يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل به نام خداوند بخشنده و مهربان. درس امروزه مد لازم. مد لازم به دو قسم تقسیم می شود: مد لازم حرفی و مد لازم کلمی. سوال: مد لازم مقدار چند حرکت کشیده خوانده می شود؟ جواب: مد لازم کلمی و مد لازم حرفی به مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شود. اگر مقدار 2 یا 4 حرکت بکشیم این گناه می باشد. سوال: کدام وقت مد لازم حرفی می شود؟ جواب: مد لازم حرفی این بعضی از سوره های اند که با نام حرف ها آغاز می یابند، به مانند سوره بقره که با حرف های الف، لام و میم آغاز می یابد، سوره قاف، سوره قلم که با حرف نون آغاز می یابد، سوره یوسف که با حرف های الف، لام و را آغاز می یابد، به مانند این و دیگر سوره ها. مثال های مد لازم حرفی را گوش کرده تکرار بکنید. صاد 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 نون 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 حمیم حمیم حمیم. یک چیز را به شما خاطر رسان میکنیم که آن حرف هایی که در روی آنها خط ناهموار است همان حرف ها به مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شوند. مثال در آیت اول سوره بقره در حرف الف خط ناهموار نیست. خط ناهموار فقط در روی حرف لام و حرف میم است. ما حرف های لام و میم را به مقدار 6 حرکت می خوانیم، نه الف را. مثال: بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. سوال: در کدام حالت مد لازم کلمی می شود؟ جواب: اگر بعد از حرف مد ساکن لازمه آید یا اگر بعد از حرف مد تشدید آید، این مد را مد لازم کلمی می گویند. مد لازم کلمی مقدار 6 حرکت کشیده خوانده می شود. اگر مقدار 2 یا 4 حرکت بکشیم این گناه می باشد و در روی حرف های مد خط ناهموار موجود است که این علامت مد می باشد. مثال های مد لازم کلمی را گوش کرده تکرار بکنید. الصاخة 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 الضالين الضالين الضالين. أتحاجوني 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 الآن الآن الآن.
برادر و خواهر ایمانیم، این بود درس امروزه. اگر سوال ها باشند در زیر این نوار بنویسید، انشاءالله به آنها جواب می دهیم. نوار را به یار و دوستانتان بفرستید. خداوند آموختن علم تجوید را به هر یک ما و شما آسان بگرداند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.